من بگم که طرفدار یک کسی یا یک جریانی هستم، بایستی باورمند به نکات و نظرات و افکار اون فرد یا جریان باشم، وگرنه یه ادعاست. خب خیلی ها مدعی این هستن که طرفدار هستن ولی کوچکترین شباهتی افکارشون، رفتارشون، منششون با افکار یا خواسته من نداره. پس جواب اولم به منتقدین هستش که هر کسی که مدعی طرفداری است به مفهومی نیست که حرفای من رو باور داره. و من بهشون میگم که اونایی که ادعای طرفداری میکنن ولی در عمل افکار و نظرات منو معرف نیستن، یه ادعا بیشتر نیست و بنابراین عملا طرفدار من نیستن. اگر بودن حرفایی که من میزدم یا راهکارهایی که ارائه میدادم رو دنبال میکردن. خب خیلی‌ها به عنوان طرفدار نما میان جلو ولی طرفدار واقعی نیستن، چون اگر بودن اون نوع رفتارها و اون نوع حرفا رو نمیزدن. اگه واقعا باور دارن به حرف، اینو لااقل فکر کنم عقل سلیم حکم میکنه که این تشخیص رو افرادی که این مسئله رو مطرح میکنن بین طرفدار واقعی و طرفدار نما بگذارن. اونایی که ادعای این رو میکنن که طرفدار من هستن، حداقل نظراتی که من دارم رو رعایت بکنن.